دختری بود از جنس غم. نمیدانم، شاید هم ان. در کل هر خری که بود نمیدانست چه بنویسد، از کجا بنویسد، چگونه بنویسد، ویرگول بگذارد یا خیر، ویرگول را با علامت سوال ادغام کند یا به خیر. او حتی دیگر آهنگ مناسبی برای ارضای روحش هم نمی‌یافت. آهنگ‌هایی که برایش جا میداد هم ماهیت خودشان را رها کرده بودند. زندگی در جدیدی به سویش باز کرده بود، اما وی کفش‌هایش را گم کرده بود. تکه به تکه دندانهایش را کند، اشک چشمانش را، گوشت‌های اضافی انگشتانش را، ناخن‌هایش را دانه به دانه و در وهله آخر موهایش را کوتاه کرد تا بند کفش‌هایش را ببندد. به راه افتاد، به دنبال روشنایی، به دنبال نور، پرتو نور. گام‌هایش بلند بود. کم کم دوید تا بتواند سریع‌تر معنا را پیدا کند. معنای چه؟ نور یا زندگی؟ یا هر دو؟ آیا هر دو به یک معنا هستند؟ پرتو محراب را پیدا کرد. ایستاد. سرش را پایین آورد. کفشایش به تن بود. آیا دخترک زندگی کرده بود؟